پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر از خدا بهشت طلبیدی بهشت فردوس بطلب. اونجا همجواری با یه لحظه تصور بکن الان که شما در بهشت همنشین پیامبر باشید صلی الله علیه وسلم. یعنی این طرف پیغمبر نوح، پیغمبر موسی، پیغمبر عیسی، پیغمبر ابراهیم، پیغمبر ادریس، بابا آدم، این طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر، بلال، عبدالرحمن ابن عوف، امهات المؤمنین، زنهای بزرگ، مریم بنت عمران، خدیجه ام المؤمنین، امهات المؤمنین. چقدر پیامبر رو دوست دارید الان؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن المرء مع من احب. انسان همیشه با کسی است که دوستش داره. اگه پیامبر رو دوست دارید چه با اون محشور میشید. واقعا الان شما دوستش دارید. اگه اینجا بود دوست نداشتید مصافحهش بکنید، بلند بشید تو آغوشش بگیرید. کافی است که رو نفست کار بکنی، نفست مطمئنه بشه. در بهشت نعمت هایی هست که بالاتر از بهشته، که وقتی انسان مسلمان در بهشت قرار میگیره، که در بهشت نعمت هایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی در وصفش شنیده، نه بر دل انسان خطور کرده. سبحان الله، چنین نعمت هایی هست. در احادیث وارد شده که وقتی خداوند ناز و نعمت های بهشتی رو به بهشتیان معرفی میکنه و میگه این مال شماست، استفاده کنید، همه مات و مبهوت میشن که بارالله این همه پاداش ما که این همه اعمال انجام ندادیم. اون دیگه فضل و کرم خداونده. بعد متجلی میشه بر بندگانش در بهشت، بر این اصحاب نفس مطمئنه، بهشون میگه که ای بندگان بهشتی من، از من راضی هستید؟ میگن بارالله چرا از تو راضی نباشیم؟ شما که ما را به بهشت داخل کردی بر مبنای لطف و کرمت، وگرنه اعمال ما ناچیز بود. شما که از تقصیرات ما گذشتید بر مبنای لطف و کرم و محبتت و مغفرت و رحمت و شفقتت، بر ما بر بهشت داخل کردی، ما را از نعمتهای بهشت محظوظ کردی و خوشنصیب کردی. چرا از تو راضی نباشیم؟ دوباره الله رب العزت و الجلال سوال میکنه از بندگان بهشتیش، آیا چیزی دیگر غیر از این بهشت نمیطلبید؟ به ذهنشون نمیرسه، فکر میکنن هرچی ناز و نعمت و خوشی و لذت هست همین بهشته، همین جوهاست، همین میوه هاست، همین زنهای بهشتی است، همین خدمه، همین باغ هاست، جوی آب گوارا، جوی شیر، جوی شراب، جوی عسل. سبحان الله، همش مزه است. انسان نیاز به دستشویی پیدا نمیکنه، نیاز به ادرار پیدا نمیکنه، شکمش منتفخ نمیشه، همه مزه ها تو زبانشه. انسان بلغم نداره، آب بینی نداره، نیاز به خواب پیدا نمیکنه، مریض نمیشه، فقط سلامتی است تو سن جوانی، همه یک دست. فقط لذت بردن از نعمتهای بهشته، مزه تو دهانت دیگه آب میشه، وارد معده نمیشه که شکمت باد بکنه. اینا اوصاف بهشتیه. هیچ کینه و بغضی تو بهشت نیست بین بهشتیان. الله رب العزت و الجلال به بندگانش میگه چیزی دیگه نمیخوای شما؟ به ذهنشون نمیرسه. اینجاست که الله پرده رو بلند میکنه. سبحان الله. پرده رو از صورتش بلند میکنه. پرده رو از صورت و سیماش بلند میکنه. الله نوره، نور السماوات والارض. یک تکه نوره. دیگه حالا چی میگی؟ حالا من شما را مفتخر میکنم
به سعادت کامل میرسونم. اجازه میدم که سیمای منو تماشا بکنید، سیمای نورانی الله، همین اللهی که رو به قبله ایستادیم و بعد میگیم وجهت وجهیه. اونجا الله اجازه میده که تماشای سیمای الله بکنید، به دیدار الله ملک الملوک، فرمانروای مطلق. چه حال هوایی است؟ چشمی که در دنیا نگاه به حرام کرده کوره، نمیتونه الله رو ببینه. اون روز وقتی که الله پرده رو بلند میکنه، همه بهشتیان مات و مبهوت میشن. کل لذت های بهشت رو همه فراموش میکنن. صورت های بهشتیان نادره هست، از نضارت سفید میشه، روشن میشه، میدرخشه، به خاطر نور الله که تو صورتشان منعکس میشه. وجوه یومئذ ناظره، نتیجه چیه؟ الی ربها ناظره. این آیه رو خوندید شما؟ وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چون که به ربش داره نظاره میکنه، نگاه میکنه. در جای دیگه خداوند میفرمایند للذین احسنوا الحسنی، برای کسانی که در دنیا نیکی کردن حسنا هست. حسنا در آخرت بهشته. و زیاده، و زیاده بر حسنا دیدار خداونده. برای کسانی که در دنیا نیکی کردن للذین احسنوا الحسنی، بهشت. و زیاده، نعمتی مضاعف و زیاده بر بهشت، جز دیدار خدا چیز دیگر نمیتونه باشه. صحابه سوال کردن یا رسول الله، ما میتونیم در قیامت پروردگارمان را ببینیم؟ براشون سوال پیش آمده بود. این ربی که در مقابلش قیام میکنیم، رکوع میکنیم، سجود میکنیم، الله اکبر میگیم، سبحان ربی العظیم میگیم، سبحان ربی الاعلی میگیم، ما میتونیم ملاقاتش بکنیم رو در رو؟ پیامبر جواب داد سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. شما ربتون رو در بهشت میبینید همونطوری که ماه بدر، شب بدر که قرص میشه شب 14، بدونی که ازدحامی کسی رو هل بده. ازدحام نیست، تو برو من میخوام ببینم.